به نام خدا. سلام به شما دوستان عزیز، علاقه‌مند به مباحث طراحی منبع تغذیه سویچینگ. در این ویدیو و چند تا ویدیوی بعد از این ما می‌خوایم بررسی کنیم که مشکل ESR که در فاز الکترولیت در حقیقت اهمیت داره چی هستش و توی طراحی تغذیه سویچینگ چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه و بعد در نهایت ببینیم که به چه صورت میتونیم مشکلات رو رفع بکنیم. ببینید خازن‌های الکترولیت به دلیل اینکه ظرفیت بالایی در حجم کم ارائه میدن که هیچ خازن دیگه نمیتونه چنین ظرفیتی در این حجم بسیار کم ارائه بده و بنابراین بسیار مورد توجه طراحان و مورد استفاده زیاد توی طراحی منابع تغذیه هستش. منتها علت اینکه در حجم خیلی کوچیک میتونن ظرفیت زیادی ارائه بدن اینه که ساختار داخلیشون به این صورت هستش که فویل های آلومینیوم که با عرض مشخص و طول زیادی در حقیقت تولید شدن، اینها روی هم قرار میگیرن و ما بینشون اون ماده دی‌الکتریک یا اون حقیقت دی‌الکتریکی که در حقیقت باید که بین دو تا هادی قرار داشته باشه، دو تا شوشان هادی قرار داشته باشه توی خازن ها، ما بینشون قرار میگیره یک ماده شیمیایی هستش و این فویل ها در حد به هم پیچیده میشن، همونجوری که توی این شکل شما میبینید. بنابراین وقتی که شما این فویل رو باز کنید میبینید که یه طول زیادی از این فویل دقیقاً جلوی روی شما قرار میگیره و این باعث میشه که وقتی که الکترون ها میخوان از سطح هادی حرکت بکنن بیان به سمت پایه ها، تو مسیر خودشون مقاومت الکتریکی نسبتاً زیاد ببینن، هم به دلیل طولانی بودن مسیر، هم به دلیل اینکه جنس این ماده جوشن از آلومینیوم هستش که قطعاً هدایت الکتریکیش از مس کمتر هستش. خب به همین دلیل در مدار معادل الکتریکی خازن یک مقاومت سری در حقیقت قرار میگیره که بهش میگن ESR یا Equivalent Series Resistance، مقاومت معادل سری. مقاومت معادل سری خازن الکترولیت معمولاً به راحتی و با تقریب میشه اونا به دست آورد. همیشه حاصل ضرب ظرفیت خازن ضرب در ESRش عددی بین 50 میکرو تا 80 میکرو که به طور متوسط طبق پیشنهاد آقای پرسمن توی کتاب Switching Power Supply Design ما میتونیم تو طراحی مقدار حاصل ضرب ظرفیت خازن در ESR 65 میکرو در نظر بگیریم. بنابراین اگر فرض کنید ظرفیت یک خازن 65 میکرو باشه ESRش 1 اومه. اگر ظرفیت خازن بشه 130 میکرو ESR نیم اوم خواهد شد و به همین طریق اگر ظرفیت خازن نصف بشه، مثلا بشه 32 میکرو یا 33 میکرو، ESR خازن 2 برابر خواهد شد، 2 اوم خواهد شد. خب توی ویدئوی بعد انشاءالله خواهیم دید که ESR میتونه چه مشکلاتی رو توی بحث طراحی منابع تغذیه سویچینگ ایجاد بکنه. خیلی ممنون از اینکه به این ویدیو توجه کردید و میتونید ویدیوی آموزشی دیگری رو هم در زمینه طراحی تغذیه سویچینگ توی سایت switching-amuzesh.ir ملاحظه بفرمایید. موفق باشید.